سلام بینندگان عزیز، امروز سه شنبه دهم دکبر است. ساعت به وقت شهر پراگ رسانده. حالا فشرده موضوعهای برنامه خبری امروز را با سهم شما میرسانم. شکل کامل این گزارش ها و خبرهای دیگر را در برنامه اخبار آزادی ساعت رسا یک در پخش مستقیم و هم ثبت آن را در صحیفه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب میتوانید تماشا کنید. قانون‌های روسیه برای پیوستن شرکت‌های انتقال پول به مرکزی بانک ملی تاجیکستان مخالفت ندارند. این گونه پاسخ را بانک مرکزی روسیه در جواب به سؤال رادیوی آزادی داد. پیشتر بعضی از شبکه‌های انتقال پول از جمله زلاتای کرانه گفته بودند قانون‌های روسیه اجازه نمی‌دهد که با مرکز نوی پولگذرانی تاجیکستان آنها همراه شوند. بانک ملی تاجیکستان روز 3 دکبر طرز نوی انتقال پول را از خارج به کشور جاری کرد. تا کنون با مرکز نو شبکه‌های پولفرستی یونیستریم و کانتاکت همراه شدند. گفته می شود روزهای نزدیک وستر یونیون نیز با این شبکه می پیوندد. آیا تا کجا مشکل ارسال و گرفتن مبلغ در تاجیکستان و به خارج از آن حل شده است؟ در برنامه خبری امروز در این باره برایتان مفصل معلومات خواهیم داد. کودکان تاجیک در بنگلادش تعلیمات دینی می گرفتند. بعضی از این کودکان به تاجیکستان آورده شدند. درباره سرنوشت آنها در برنامه صحبت می کنیم. پیوندان یکی از این نورسان می گوید یک ماه باز فرزند او را در مکتب‌های مخصوص است نگاهداری می کنند و نمی گذارند که او به خانه برگردد. مقامات می گویند نورسان باید تحت نظارت باشند و مرحله مطابق شوی را سپری کنند. در برنامه امروز تفصیلات این موضوع را با شما پیشکش خواهیم کرد. امروز در برنامه همچنان درباره سرنوشت مسلمانان روهینجا سخن خواهیم کرد که از ماه اوگوست سال 2017 تا به امروز بیش از 730 نفر آنها مجبور شدند مکان زیست خود را ترک نموده در میانمار پنهان شوند. کشور افریقایی اکثرا مسلمان نشینی گامبیا میانمار را به دادگاه بین‌المللی سازمان ملل متحد کشیده است. دادگاه امروز شروع شده. رهبری میانمار قرار است هفته آینده در آن شرکت ورزد. وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان لایحه قانون را بررسی دارند که بر اساس آن تمام شهروندان خارجی و شخصان به شهروند که در تاجیکستان غیر قانونی حضور دارند مورد عفو قرار خواهند گرفت. قبلا نگرانی شهروندان خارجی و افراد به شهروند از شرایطی بود و باششان که سالها منتظر دریافت شهروندی تاجیکستانند صدا داده بود. پرزیدنت به پارلمان پیشنهاد کرده است تا چنین شهروندان عفو شوند. خشونت به جزا نمیماند اگر قربانیان خاموش نباشند. در برنامه امروز از نوعهای مختلف خشونت میگوییم که از همه زیاد زنان تاجیک با آنها گرفتار میشوند. البته در مثال چند سرنوشتی که نمیتواند شنونده و بیننده را در کنار گذارد. با وجود آن که سالهای اخیر درباره ریشه‌کن شدن این ظهورات در خانواده‌های تاجیک صحبت ها می شود، ولی باز هم آمارها در این زمینه نگران کننده باقی میمانند. زنان میگویند اکثرا از طرف شوهر و خسرو خوشدامن و پیوندان آنها اذیت لفظی و جسمی و روانی می شوند. بیننده ارجمند، ما هر لحظه خبر و حادثه های تاجیکستان و جهان را پیگیری میکنیم. در برنامه اخبار شما را با آخرین تحولات تاجیکستان و جهان آشنا میسازیم. تا کمتر از 3 ساعت دیگر ما را در پخش زنده در صحیفه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب و هم صحیفه های رادیو آزادی در فیسبوک و ادنا کلاسیکی همراهی کنید.